الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز و گرانقدر، امروز باز هم به یک موضوع خیلی مهمه که امروزه اگر ما متوجه باشیم و یک کم فکر بکنیم، وقتی پیش دکاندار میریم و در مورد کاروبار پرسان میکنیم میگه کاروبار نیست. وقتی پیش یک کسی که دریور است و از پیشش از کاروبارش پرسان میکنیم میگه کار نیسته. یعنی ناشکری و ناسپاسی الله متعال آنقدر زیاد شده و او طرفی که نعمتهای الله متعال چقدر زیاد است بالای من و شما، اما اونا را ما امروزه بیخی فراموش کردیم. هر طرف یک مجلسی که باشه شما ببینین هر کس میگه کاروبار نیست. هر کس از ناحیه ها و از ابعاد مختلف شکایت میکنه، یک نفر نمیبینه. اگر پیسه دار است، حتی تجارا، اگر تجار است یا کسی که غریب و فقیر هست، پرسان بکنی یکیشم از زبانش نمیشنوی که الحمدلله کل چیز سر حال است. ما متوجه نیستیم. اینطوری نیست که ما تنها در مسئله داخل افغانستان بگوییم، نه خیر، شما پرسان بکنین. حتی کسایی که خیش قومی که در خارج دارین، دوستایی که در خارج دارین، پرسان بکنین. اونا همه میگه پاره میزنن که کاروبار نیست. در کشورهایی که در درجه اول هستن، امریکا، لندن، من خودم پرسان کردیم، کاروبارا میگه خراب شده. یک نفر نمیشنوی که بگوی الحمدلله. خیلی تعداد کم. الله متعال آنقدر نعمتهایش بالای ما زیاد است، اگر ما متوجه نعمتهایش شویم هیچ وقت دیگه ناشکری نمیکنیم. چون من دیدم که یک موضوع خیلی مهم است، به این خاطر تصمیم گرفتم که در مورد شکر چند چیزی مختصر براتان بگم. اول، معنای شکر چی است؟ دوم، از چی چیز شکر بکنیم؟ سوم، اگر شکرگزاری الله را نکنیم با کدام عذابهای الله مبتلا میشه؟ این سه مبحث است شما در ذهن بگیرید. اول، معنای شکر. معنای شکری است وقتی که یک کسی با تو خوبی میکنه و خوبی های از او را یاد میکنی و باز تعریف از او را میکنی و سپاس از او را میکنی. این معنای مختصر شکر است. مثلا یکی از به جای آوردن شکر و یکی از کلماتی که خیلی به نزد الله محبوب است که ما میتونیم روزانه او را دهها بار استفاده بکنیم که الحمدلله است و الله متعال به بسیار خوش میشه. از یکی از علما پرسان کردن که تو از شکر چی فایده دیدی؟ میگه من هیچ فایده ندیدیم، اما هر وقت که شکر کشیدیم الله متعال نعمتهای ما زیاد کرد. هر وقت که شکر کشیدیم الله متعال نعمتهایش بالای ما زیاد کرد. شاعر چیزی با میفرماید: شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. و الله متعال در آیت قرآن کریم سپاره 13 چقدر زیبا میفرماید. سوره ابراهیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میگه شما شکرگزاری بکنین، الله متعال میگه من نعمتهای من براتون زیاد میکنم. اگر کفران نعمت و ناسپاسی و ناشکری الله متعال ما خدای نخواسته کردیم، باز میگه این عذابی لشدید. عذاب ما باز میگه بسیار سخته. پس ما متوجه شویم که ما چقدر امروزه در ناشکری هستیم و از چی چیز باید شکر بکشیم. موضوع یا بحث دوم ما که ما گفتیم که در فکرتان باشه که ما از چی چیز شکر بکشیم، از کدام نعمت ها. برادر ما تا به حالی متوجه شده ای که به اینمی جیب خالیت هیچ چیز نداشته باشی و تو فقط امی فکر بکنی که فعلا من میلیونر هستم. اگر ما برات بگویم تو میلیونر هستی،
قبول خواد کردیم. ما تا این لحظه معنای شکر خلاص کردیم، فهمیدیم که شکر یعنی یاد کردن نیکی کسی، احسان کسی و بعد از او تعریف کردنش. حالا میریم در بحث دوم ما که همانا از چی چیز شکر بکشیم، از کدام نعمت ها شکر بکشیم. ببینین اولین نعمتی که و بالاترین نعمتی که الله متعال بالای من و شما کرده این است که الحمدلله در بین چقدر ادیان ما را مسلمان خلق کرد. اینمی یک اسلام و مسلمان بودن ما الحمدلله از دنیا و هر آن چیزی که در دنیا هست بهتر است. به خاطر ازی اگر ما پول نمی داشتیم، به خاطر ازی اگر ما پول می داشتیم و خدای نخواسته این نعمت اسلام در مقابل او پول از پیش ما گرفته می شد، من خودم شخصا و هر انسانی که مسلمان است و ایمان در قلبش است با پادشاهی بزرگترین پادشاه این نعمت اسلام ما و کسی که مسلمان است تبدیل نمی کنه. خیر اگر مشکلات هست اما از این نعمت خبر دارین شما. این میاله در اینمی شرایط و در اینمی وقت و در اینمی زمانه که ما زندگی میکنیم با اینمی پیشرفت تکنولوژی ببینین شما مردم های هستن سنگ میپرستن و مردم های هستن که موش پرستش میکنن و مردم های هستن که آفتاب و مهتاب و حتی آب پرستش میکنن. شما ببینید و آتش پرستش میکنن. این نعمت بزرگ الله متعال است که ما را مسلمان خلق کرد. دومین نعمتی که الله بر ما شما داده او این است که ما را امت پیامبر صلی الله علیه و سلم خلق کرد. او امتی که و امتی او پیامبری که حتی انبیای گذشته به این آرزو بودن کاش که ما در این امت پیدا شویم و خلق شویم و کاش که در این امت حساب شویم. و از این که نعمت بزرگ دیگه چی است؟ و او پیامبری که حتی در حالات سخت قیامت طبقی که در حدیث می آید تمام مردم میگن نفسی نفسی خودم، اما او پیامبر محبوب و او رهبر قلبها فقط میگه امتی امتم و میگه یا الله ما تا او وقت راضی نمی باشم و راضی نمیشم تا وقتی که یک امتی ما در جهنم باشه. یعنی وقتی تمام امتی هایم به بهشت بره باز من راضی میشم. از این که در آیا نعمت بزرگ است؟ آیا تابال شکرانه زیر ما ادا کردیم؟ سیومین نعمتی که الله متعال برای من و شما داده اینمی وجود سالم، بدن سالم، گوشت سالم، چشم سالم، دستها سالم، پاها سالم. اگر خدای نخواسته برای ما و شما یک کسی 5 لک افغانی بده و بگویه که یک دست من قطع میکنم، خود قبول کردیم ما؟ اگر کسی بگویه که تو هر دو چشم نداشته باشی و وزیر باشی یا پادشاه یک کشور باشی خود او ما قبول کردیم؟ این نعمتایی که برای ما مفت و رایگان داده شده ما قدر از این نمیفهمیم. این از کسی پرسان کنیم که این نعمتها را نداره. ببینین چقدر انسانها امیال در شفاخانه هست، چقدر انسانها امیال در بندیخانه هست، چقدر انسانها امیال در کشورهای خارجی هست و چقدر انسانها امیال زیر ظلم ظالما قرار داره. الحمدلله ما نه در زندان هستیم، نه در شفاخانه هستیم،
نه زیر ظلم کسی هستیم. پس چرا شکرگزار الله نباشیم و چرا تعریف و شکرگزاری الله متعال نکنیم در هر حالت زندگی ما؟ و چرا قدر شکوه باشه؟ انسان فراموش کننده است خلقتا. نباید ما کسایی باشیم که به خاطر اندکترین صدمه تمام اون نعمتهای الله را فراموش بکنیم. شما ببینین یک استاد ما قصه میکنه، میگه من مادر کلان داشتم و سن از او تقریبا ده 80 سالگی رسیده بود و یک روز دندانش درد کرد و بسیار چیز میکرد، بی صبری و بی قراری میکرد. خود همی استاد ما معلم و پدرش از او کرده عالم بالاتر، میگه با مادر کلانم آمد و گفت که بسیار به یک خندری روی و بسیار به یک نرمی برش گفت که ای مادر 80 سال از این نعمت دندان استفاده کرد، انواع غذاها را دی خوردین، انواع میوه ها را خوردین، انواع لذت های دنیا را دی چشیدین. شما تا به حال دیریم 80 سال روز هم شده که نقدر شکر ادا کرده باشی مثل که امروز شکوه و بی صبری داشتی. میگه وقت مادرم میگه مادر کلان میگه شنید از پدرم تمام دردش آرام شد. خلاص میگه ما و شما هم این رقم هستیم. چقدر نعمت ها داریم، اما اگر اندکترین صدمه بر ما برسه باز ناشکری و ناسپاسی شروع میشه. چهارمین نعمتی که این یکی از نعمت های بسیار بزرگ و نعمت هایی است که ما باید همیشه سپاسگزار الله باشیم. در کشور اسلامی زندگی میکنیم، در کشور خود ما زندگی میکنیم و کسی ما را نمیتونه گفته که امروز شما باید از این کشور برای یا فردا شاید از این کشور برای و یا ما به این فکر باشیم که اگر ما را بگیره و دیپورت بکنه و اگر ما را بگیره به کشور خود روان بکنه. این گپا نیست. و حتی به این فکر هم نیستیم که ما خو اینجا تابعیت دوم داریم، برای ما او حقوق نیست مثل که به کسایی که در تابعیت اول است. به این فکر نیستیم. این هم یک نعمت بزرگ الله متعال است. شما دیدین حتی کشورهای اسلامی به چقدر به زجر و به ظلم افغانای ما را کشیدن و میکشن تا کشور اسلامی، کشوری که میگه من مسلمان هستم برادرت هستم. این نعمت ما هیچ دانوز متوجهش نیستیم. این در کشور خود بودن این هم یکی از نعمتهای بزرگ الله متعال است. و آخرین چیزی را که ما شما باید متوجه شویم او این است که اگر خدای نخواستم ما شکر نکشیدیم باز چقدر جزایش سخت است. یکی از جزاها و سزاهای ناشکری است که نعمت را که تو داری الله متعال اون نعمت از پیشت میگیره. یکی از جزای ناشکری است که الله متعال اون نعمت از پیشت میگیره. وقتی که اون نعمت گرفته شد باز هر چی بگویی باز بر نمیگرد. شما در مورد قوم سبا شاید شنیده باشید. در قرآن کریم سوره سبا یک سوره به این نام نهاده شده که قومی بود که آنقدر اینها در لذتها و در نعمتهای الله متعال بودن که وقتی یک سبد خالی را میگه اینا در سر خود میماندن و دیوی را تیر میشد از میوه ها پر میشد. چی کردن؟ ناشکری را شروع کردن و گفتن که کاش که یک جای هم باشه که اوجا ای درختها و سرسبزه و اینا نباشه، که ما یک جای را ببینیم که اونجا نه درخت باشه و نه سبزه باشه و نه میوه باشه و نه دیگه که ما در آزاد بریم.
الله متعال به خاطر اینمی ناشکریشه این نعمت ها را از پیششان گرفت. شما ببینید نعمت های امروزی که ما شما داریم از نعمت های پادشاه هایی که در وقت های گذشته بود از او بالا هست. تا به این فکر کردیم؟ یعنی نعمت های امروزی ما برابر از به نعمت های پادشاهی کسایی که در گذشته ها تیر شده. مثلا در گذشته وقت پادشاه هم می بودی، پادشاه و به یک جای سفر می کردی، خب وسایل سفر خود دو سه چیز بود، یا اسب بود یا شتر بود. وقتی از یک قریه به دیگه قریه یا از یک کشور به دیگه کشور می رفت، پادشاه هم که می بودی باید از یک ولایت به دیگه ولایت یا از یک کشور تا به دیگه کشور می رفتی، باید یک ماه در سفر می بودی. اما امروز عادی ترین نفر اگر بخواید در یک ساعت از اینجا به یک ولایت دیگه بره، در طیاره سوار میشه و میره. سفر یک ماه در یک ساعت. این از او که بهتر نیست. از پادشاه زمان گذشته کرد. یا ببینین وقت ما به حج میریم، در گذشته ها مردم 6 ماه سفر میکردن به حج میرفتن. حالا 4 ساعت 4 و نیم ساعت یا 5 ساعت نهایت ما به مکه مکرمه میرسیم. دیگه نعمت است کن. در گذشته وقتی یک پادشاه وقت می بود، فقط و فقط از میوه های امو فصل که یا امو میوه هایی که در کشور خودش بود استفاده میکرد. نمیشد وقتی از دیگه کشور میوه را می آوردی و درا خراب میشد مثال می. اما امروزه یک عادی ترین نفر میوه های زمستان در تابستان خورده میتونه. شما برین در مارکت ببینید میوه های تابستان باز در زمستان و از زمستان در تابستان خورده میتونیم هم یالیم. اما در سابق اگر پادشاه میبودی نمیتونستیم خورد. یا در گذشته پادشاه اگر میبودی یک چراغ در نزدیکت بود خلاص. و امروز ببین در خانه فقیرترین کس چقدر گروپ های زیبا و قشنگ است. همین در خانه ما، در خانه شما، خانه دیگه برادر ما چه رقم گروپ های گوناگون است. این نعمت ها رو اونا نداشتن. یا مثلا در سابق اگر پادشاه هم می بودی یک نفر می آمد یا یک پکه دستی داشت برات میزد خلاص. و امروز در خانه عادی ترین نفر ما برو نوکر گرفته میشد یا خادم گرفته میشد تا برای پادشاه پکه بزن. اما امروز یک عادی ترین نفر یک سویچ میزنه پکه چالان است، سویچ دیگر میزنه ایر کندیشن چالان. اینو رو بیخی ما فراموش کردیم. آنقدر نعمت های زیاد از کدامش ما بحث بکنیم. فقط فکر نیست که الله متعال برای ما هر چیز داده. امیال خانه غریب ترین نفر بری، کسایی که خود فقیر میگه، باور بکنین که من خودم به چشم خود دیدم که یک وقت با کسی کمک میشد، میگه شبم نان کتی آب خورده. اما وقت پرسان کردیم باز گفت که یک دانه گو هم داره که 80,000 قیمت داره و یک چند تا گوسفند هم داره و اونا هم یک 20,000 30,000 قیمت داره. این دیگه غریب نشد دیگه. این نعمت خیلی زیاد است اما کمک فکر کار است. یا الله وجودم سالم است، یا الله مسلمان هستم، در کشور اسلامی هستم، امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم و یک لقمه نان برم میرسه، در بندی خانه نیستم، در شفا خانه نیستم، در مسافریت یا در کشورهای بیگانه نیستم. از کل از ما باید شکر بکشیم. بیشتر گفتم که انسان فراموش میکنه. وقت ما تولد شدیم چی داشتیم؟ لباس داشتیم؟ نه. وظیفه داشتیم؟ نه. علم داشتیم؟ نه. کار داشتیم؟ نه. هیچ چیز نداشتیم. الله متعال تمام چیزها را بر ما داد. پس چرا ناشکری بکنیم؟ ما وقت
نعمتهای الله را درک میکنیم که وقتی نداشته باشیم. همون یک قصه و داستان مشهور سعدی رحمه الله است که چپلق نداشت یک وقت، یا بود نداشت، یک کمک خفه میشه و یک کمک غمگین میشه که یا الله چپلق نداشت، یا کونه داشته کمی پیشتر که میره در راه میبینه که یک نفر این کونه داشته و یک نفر هیچ نداشته همون چپلق. کمی که دلش چیز میشه که الحمدلله این خو اگر کونه هم است خود چپلق خدا رو من. کمی پیشتر که میره یک نفر میبینه که هر دو پای نداره، خیلی پشیمان میشه که یا الله من متوجه نشدم، همین کونه جمع نباشه، پایلش باشه میخوام ما پای خوب باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتك.